رحمت کنن. حاجی میرزا خطی دوم عبدالرحیم همچنان نازخان پچاقش نکنن بیچاره را به وقت خیلی باشین همه گذاشته، حق عزت او را گذاشته. شما برای دعوا آمدی، برای صدا بلند کردن آمده، برای احترام عزت. خواهش میکنیم برادران عزیز، کل خواهش میکنیم خواهش را رعایت کنید. انشاءالله اینا بزرگان آمدن، جنازه آمد، حضرت مخدوم اسماعیل فقیران آمدن سخن میکنه، همگی خاموشی را رعایت کنید. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوید که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفتند خداوند علم را از میان مردم به یک بارگی از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از میان میبرد. حتی اذا لم یبق عالما، حتی زمان فرا رسید که یک عالم و دانشمند در میان مردم باقی نماند. خداوند همه عالمان و دانشمندها را پی هم از میان بردن گرفت، چنانه که چند سال می شود در این سرزمین ما پیشواها یک قیفسی دیگری رفته ایستادند. وقتی که خداوند عالمها را از میان برد و عالمی را در این حیات، در این روی زمین باقی نگذاشت، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالمهایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، عزیزان اهل اسلام، هم عالم ربانی، هم مرشد، هم حافظ کلام الله، تمام دارای صفتهای خوب امروز از میان ما رفت. وقتی که چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پس هنگامی که اون اشخاص جاهل و نادان، اون انسانهایی که عالم و دانشمند نیستن، از علم شریعت بهره ندارن، اما همچون پیشوا قرار گرفتند، وقتی که اونها را پرسیده می شود فسئلوا فافتوا بغیر علم، اون اشخاص نادان بدون علم و آگاهی به مردم فتوا صادر میکنند. فضلوا و اضلوا، پس اونها خود گمراه، در نتیجه دیگران را هم گمراه میکنند. از این رو عزیزان اهل اسلام، وجود علما را غنیمت دانید. پیش از آنه که علما و دانشمندان دین از میان ما و شما روند، احترام اونها را به جا بیاریم، از علم اونها استفاده کنیم، در نزد اونها زانوی ادب زنیم و تعلیم علم گیریم و احکام شریعت از اونها پرسیم، حلال و حرام از اونها فهمیم. چون که از میان که رفتن دیگر پشیمان میشیم، دیگر پشیمانی سودی نداره. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمانی، سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی میگه، اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوس زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی.
اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی، به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی، به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایز خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در منیان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست، دنیا جایی نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود، رسول اکرم میگه دایم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگه وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگه وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی. میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر تصدیق میکنی، لبی میگوی، به نزدش میای، گپی خدا اخت قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوان کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتن، اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد،
اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بی نهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفتند. ابن مسعود در حدیث ها میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه. پیغمبر خدا گفته است با درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد، هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می‌یابد تا 120 روزه. اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمیشود، حکم قتل در بین پیدا میشود، همچنان که فرزند خود قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه روان میکند که در او جان بدم، جان در وجود او فرزند داخل می شود. و یکتب به اربع کلمات، به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید و شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میدهد و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد، و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون میشود بدبخت است یا نیکبخت. این شم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همو انسان چکار میکند؟ مینویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش میشود، ببین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمه. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من هم تا سلام می دهد. من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفسی تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفسی تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزق تو تمام شد.
نفس تو تمام شد داخل می شود دیگرش. من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود می گوید من وابسته بر قدم های تو بودم که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم لکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی. قدم تو هم کنده شد. پنجمش می گوید من وابسته بر اجلی تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هر چی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیاتی تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد. عمر عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفت است من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید در زمانی که زبانشان کار کرده سای، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدرم اجلش آمد بالای سرش آمدم گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمده است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است. این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا. لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن علی کتف جبل الرزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالا همین کتفی من همون کوی رضوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتفی من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتفی من است. من کتف ما جمانده نمیتونم. من هم تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوشی سوزن بگه ما و شما، آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ هم تا حس کردم بالای کتفم یک کوی هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج. در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همته هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی الکی در بگیم یک خیالات این بنده، الکی در روح این بنده گذشته سای، خدا هم تا شدت مرگ به بنده هم تا ایشان میتد اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند.
مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمیکند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت، کارهای نیک جمع میکند، تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنند برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود، لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من، در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم، تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگه به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند و کودکان کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم، لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدن خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفت است میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راهی باریک است، خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند، سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، این را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. بعد این جان دادن من می دانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من می آمد باشد؟ اینش من نمی دانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند.
گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوشی سر با جمله حیوان همدم است، گوشی دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوشی دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی، لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری. خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مرده‌شوی را بهر من میکوبند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین، همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم تکرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند حدیث پیغمبر خدا را، رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من شما مرگ آرزو نکنین، نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین، نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگه که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدمی نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود، و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتبه، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین، باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند، همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصرا درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز این را مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پی شما میگذرد همین خود همش موعظه هست، همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خود ببین که فردا نوبت تو هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این موعظه موجود است، خدایا بر این گوش کننده ها و بر رسانه